وقتی راجع به غذای ایرانی صحبت میکنیم به نظرم میتونیم بگیم زرش پلو با مرغ پرچمدار این هنر ایرانیه. بیایید با هم 800 پرس مرغ درست کنیم، اونم به سبک میزبان. مرغا که کفگیری شد، زردچوبه و نمک، فلفل قرمز و پودر سیب به همراه پودر کاری و آب لیمو زده میشه و 1 ساعت میپزه. بعد از این مدت آب مرغ تهیه میشه برای تهیه سس مرغ و سوپمون. باقی مرغا رو هم تو روغن تر و تمیز سرخ میکنیم. حالا با دقت و نظم چیده میشه تا موقع سرو راحت باشیم. سس مرغمون رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم 1.5 ساعت با شعله کم دم بکشه. ترکیب سسمون میشه استاک مرغ، رب گوجه، کره و پیاز داغ. این شما و این هم زرش پلو با مرغ درجه 1 میزبان. امیدوارم که امتحانش کنید و از طعمش لذت ببرید.